سلام میکنم خدمت تمامی دوستان. آرش شیرخانی هستم از مؤسسه اوکی. امروز میخوام نحوه رفع کردن مشکل کندی سرعت سیستم رو بهتون آموزش بدم. کاهش سرعت سیستم علتهای مختلفی میتونه داشته باشه. اولین علتش اینه که ویندوز شما خیلی وقتی که نصب روی سیستمتون و یه سری برنامه‌هایی که نصب کردید باعث کندی سرعت شده. بعد از اون خود ویندوز و خود برنامه‌هایی که روی سیستم هستند همیشه یه سری فایل‌های موقتی رو میسازند که این فایل‌های موقتی باعث کاهش سرعت سیستم میشه. بعد از اون اگر هارد سیستم شما یه مدت خاصی رو مثلا بالای 4 سال کار کرده باشه، به مرور افت سرعت رو دارید و این کیفیت هاردتون کاهش پیدا کرده و عملکردش هم کاهش پیدا میکنه. بعد از اون یک دلیل دیگه که میتونه وجود داشته باشه نوع رماتون هستش که ممکنه رم های سیستم شما با مادربردتون مچ نباشه یا اینکه کلا این رم ها مشکل فنی پیدا کرده باشن. البته خرابی توی رم خیلی کم اتفاق میفته، یعنی در حدی که میشه گفت خرابی اتفاق نمیفته، اما خب گاهی اوقات پیش میاد. و بعد از اینا ممکنه دوباره علت از سی پی یو سیستمتون باشه که بازم اون ممکنه با مادربرد مچ نباشه یا به دلیل اینکه اون سی پی یو مدت زمان طولانی کار کرده کیفیتش و عملکردش کاهش پیدا کرده باشه. بعد از اون دلیل دیگه ای که میتونه وجود داشته باشه اینه که سیستم شما خاک گرفته باشه و شما بعد از این همه مدتی که دارید از سیستم استفاده میکنید هرگز اون رو تمیز نکردید و این خودش یه مشکل بزرگ رو ایجاد میکنه. و نهایتا دلیل بعدی که میتونه وجود داشته باشه اینه که سی پی یو شما وقتی که به مادربرد وصله اتصال بینشون به وسیله یک خمیر سیلیکون اتفاق میفته، مستقیما به هم وصل نیستن. این خمیر سیلیکون وظیفه اینو داره که گرمای سی پی یو شما رو میگیره و به اون فن روی سی پی یو میده و این باعث عملکرد بهتر سی پی یو و عملکرد بهتر سیستمتون و افزایش سرعت سیستمتون میشه. پس ممکنه سیستم شما اون خمیر سیلیکون رو نداشته باشه که توی آموزش بعدی نحوه خمیر زدن به سی پی یو رو هم بهتون آموزش میدم. پس دلایل مختلفی میتونه وجود داشته باشه. بهترین دلیلی که الان من میتونم نشونتون بدم و شما به وسیله اون سرعت سیستمتون افزایش بدید اینه که اون فایل های موقتی که اول برنامه بهتون گفتم اونو باید از توی ویندوزتون پاک کنید و ترجیحاً اگر میبینید تمامی این روش ها و این دلایل رو رفتید و بررسی کردید و سرعت سیستم بهتر نشد، بهتره که ویندوزتون رو عوض کنید. خب برای پاک کردن اون نرم افزارهای اون فایل های موقتی من نرم افزار بایودیو پی سی فستر رو بهتون پیشنهاد میکنم. این نرم افزار خیلی قدرتمند و دقیق کار میکنه و نحوه نصبش رو هم الان مشاهده میکنید. اگر هم بخواید که آدرس نصبش رو تغییر بدید این گزینه کاستوم اینستالیشن رو میزنید و مسیر نصب رو تغییر میدید. اینستال رو میزنید و منتظر میمونید تا برنامه شروع به نصب شدن بکنه. ممکنه این کاری مقدار زمان ببره. خب برنامه که نصب بشه شما این صفحه برنامه رو میبینید. کافیه که توی این صفحه گزینه اسکن ناو رو بزنید و روی حالت کویک چک یا اون حالت بررسی سریع توی سیستم شما میگرده و اون فایل های مزاحم و اون دلایل کندی رو از روی ویندوزتون بررسی میکنه و اگر مشکلی رو ببینه اونا رو از شما درخواست میکنه که حذف کنید. خب این برنامه داره به من میگه که همون فایل های موقتی یا فایل های اضافی که توی سیستم من قرار داره 1.7 گیگ هستش. برنامه‌ای که مورد نیاز من نیستش و همون دیتاها و فایل‌هایی هستن که برنامه‌ها ساختن
134 مگه و 37 تا برنامه استارتاپی هستش که اینها ممکنه باعث کندی سیستمتون بشن. خب اینجا کافیه که اسپید آپ ناو رو بزنیم و برنامه شروع به حذف کردن این موارد بالا بکنه. منتظر میمونیم تا کارش رو به پایان برسونه. خب برنامه کارش رو به پایان رسوند و با موفقیت کارش رو انجام داد. کافی گزینه دان رو بزنید و اگر قصد دارید دقیق تر این موضوع رو بررسی کنید گزینه کلینر رو بزنید و توی این بخش میتونید برنامه‌های روی سیستمتون رو حذف کنید یا اون فایل‌های سنگین روی سیستمتون رو پیدا کنید و حذف کنید و اگر هم میخواید بررسی کنید که سیستمتون ویروس داره یا نه، این برنامه به وسیله حافظه ابری خودش و حافظه اینترنتیش بررسی میکنه این موضوع رو. و اگر هم بخواید سیستمتون اون فایل ها و برنامه‌هایی که بالا میان با همزمان با اجرای ویندوز، یعنی همزمان با اجرای ویندوز اجرا میشن رو حذف کنید، کافیه که گزینه استارتاپ آیتمز رو بزنید و لیست تمامی اون برنامه ها رو ببینید و هر کدوم رو که بخواید میتونید با این گزینه انیبل یا دیسیبل کنید.